خب بچه‌ها امروز اومدیم نیایشمال که خیلی هم این روزا ترند شده و اینا، رقیب جدی ایران ماله. برید بچرخونید ببینید چه خبره. اینجاش که خیلی خوشگله، خیلی مثلا عکس گرفتن و اینا خیلی عالی، مثل خونه‌های اروپاییه. نگاه کنید رنگی رنگی. خوشگله. نکنی آبی فروشی درش ون فلوکس واگن چیه الان گذاشته. خیلی خوشگلش. چقدر بزرگه. تو هر طبقه هم یه ماشین گذاشتن. نمیدونم حالا معرفیه. هر طبقه هم یه ماشین. این طبقه دو تاه. ماشینا چجوری آوردن اینجا؟ نمیدونم واقعا خیلی عجیبه. عجیبه. شهر عجیبیه. گفتم صدای مهندس. درش هم بازه میشه بشین. میشه توش بشینید. این طبقه شاید چون بیشتر مغازه است و اون حالت اروپایی رو دیگه نداره. آره این همسه نبوده. یا عادی شد. آره یه پاساژ شیکه با مغازه‌های شیک. مغازه‌های گله گشا. یه سری چیزا مثلا قیمت کنیم به حدود قیمتی از اینجا 460 تومن. این قیمت این درست الان 460 تومنه، ولی به نظر من به جنسش به 460 تومن خیلی نمیشه گفت گرونه، ولی ارزون هم نیست کاراش. تیشرت های ساده مثلا 260 تومن، قیمتش خیلی بالا نیست. مثلا قیمت این کار 660 تومن حدوداً. کت لنینه. تقریبا میشه گفت قیمتاشون آنچنان بالا نیست. این تو اینستاگرام آنلاین شاپ های مختلف هم تقریبا همین قیمت رو میدن. بریم قطع کنیم. این بالا داروخونه زدن. این بالا داروخونه خیلی جالبه. آره اون بیایی تو پاساژ کاپرا برند خوبیه، برند ایرانیه. کاپرا از آرایش کاپرا برند ایرانیه. در کیفیتش هم خوبه. من ریملش استفاده یه تبلیغم اینجا واسه کاپرا کرد. کی باشه تو این مغازه طبقه پایینم بود. آره بریم تو. بیا بابا تو رو قرآن نرسون تو دیگه نمیشه وردت بیرون. نمیشه برم نوازم تحریری. توی چیز که میری تو لوازم تحریری که میری دیگه نمیشه درتون. نمیخوام. من نمیدونم کاغذ قلم چه جذابیتی. خیلی جذابیت زیادی داره. البته تک شیک سفید هم این ماشین رو بگیرم برات. نمیدونم. آره بیایم ببقم اینو بگیرم برات سوارش. دبیر. این مغازه چیه؟ لباس. کیف و کفشه. لباس اصلا تنه اینو ببینی؟ کیف و کفش هم یه نوع لباسه. نه خیلی لباس فرق داره. شال سوری آبی شروع بشتیم.
مغازه شاهرخ صخری. یکی از شعبه‌های طلب‌فروشی سنجاق. یکی از شعبه‌های طلب‌فروشی سنجاق. یکی از شعبه‌های طلب‌فروشی شاهرخ صخری سنجاق. شما شعبه حدیشمالش رفتین؟ گفت چند درصد اجرت؟ 22 29 25 گفت. 25 همچین چیزه. آره یه دونه رینگ ساده گفت 25 درصد اجرت. آره. گرون فروش‌تر از اینا وجود نداره. اگه خرید نکنید. بچه‌ها ایران مال هر طبقهش یه شکل بود، یه مثلا تم متفاوت داشت، برای خیلی خوب بود و جذاب بود. اما نیایش مال صرفا همون طبقه منفی یکش تم اروپایی داشت، باقی طبقاتش یه پاساژ حالا با مغازه‌های شیک و معمولی، پاساژ دیگه بود تجاری. خیلی آره مثل همه پاساژها چیز دیگه، چیز متفاوت خاصی نداره. نداره. آره اونجا زرده نمیدونم چی. یکم ببینم انولو ای آرش قاسمی چیش؟ مدلی که عکسشو زدن اینجا. آه تو چه آدمایی چیزی اونش اصلا کی هست؟ مدله مغازه نبود اصلا دیوار بود. یه دیوارش هم در چیز جذاب دیگه ای نداره. صرفا هم گزا این فودکورتش شاید چیز جالبی پیدا کرد. فودکورتش هم منفی یک بکنم فودکورتش بود دیگه یا نه؟ مطمئنی؟ نه فودکورت هم همیشه بالا همه. نه مطمئن نیستم. اینجا هم ویب فروشی وسایل چسبی داریم. شیکوپیک برو این شیکوپیک که قیمت هم لباس بگیر ببینیم چنده تو ویدیو داشت. این کتر هم کت سفیده؟ همه رو روزتون بخیر باشه. کت سفیده باشه بیشتر قیمتش چنده؟ 980 جنسش لنینه. مشکله. مرسی متشکرم. 900 تومن. نمیدونم بگم گرون نیست. ارزون تر هم میشه خریدش. اون 900 تومن برای یه کت خیلی گرونه. تو پاساژ و دیزل لوکیشن اینا هم دقت کن. تو برای اینجا شما چی کار دارم مثلا برای من مصرفانه فهم کنم کجا خرید. نه من میخوام جنسش خوب باشه، خوشگل باشه، فلان باشه. این چیزا میشه الان میدونم ولی مثلا پول بیشتری بدم چون از اینجا خریدم. خب اینجا نمیخرم، از اینجا میخرم. بیشتر از فکر. پول بیشتری میدی چون مغازه‌دار اجاره بیشتری میده. به درک به من ربطی نداره. من مصرف کننده. اینا اینجا که گفت همه‌شون فقط چیز دارن. دایچه هست خورده روش. بچه این ست باشه بینید ست آبیه 2 تیکه است، کتشه با اوورال زیرش 1,990,000 تومان. جنسش هم یه پارچه نازک تابستون است که لایچ هست خورده توش 1,990,000. خیلی گرم. بریم ادامه این مسیر رو بردازیم. رسیدیم فودکورتش. این بستنی ها بدمزه هم خیلی هم بزنید. بستنی ایتالیایی هم. آره معمولا خیلی بدمزه که معمولی نسبت بستنی های دیگه هست گرونه. گفتن نداره. این فودکورتش طبقات دیگه رو نگرفت. دیگه طبقات دیگه همون چیز بود دیگه. این حمله بود. آره مغازه و علیمان باقلبا و شیرینی ترکی میفروشن با چایی. کافه ویونا اینجا شعبه داره ماشاءالله. سوشی این همون یکی دنبالش تعطیله. کلون پش کردن. بذاریم به علت چی بکنم؟ از هیجان مشخص یعنی چی؟
یه دونه مغازه درست حسابی داشت. ننوشته چرا ولی مشخصه دیگه احتمالاً می‌تونه اجاب شه. ما واسه این اومده بودیم. بچه‌ها این اینجوری بود که می‌شستی بعد به اون میزه اینجوری سوشی می‌چرد هر گروه که می‌خواستی برمی‌داشتی می‌خوردی. دوست خر گرفتن تا سوشی چون این ویدیوش وایرال شد. خوشگله برای بچه‌ها جالب. بچه این طبقه هم سینماشه خیلی خوشگله اینجا. اون برش چه باحاله. بله. مغازه بر اون برش. آره. بریم دور میزنیم نشون بریم اینجا سینماش. بریم نهار مستش کنیم. بهترین فیلم هم گاهی ارزش دوبار دیدن نداره. بعد بذار از این چیزا باید صحبت کنم. نه ما دفعه اول اون موقع این فیلم رو چیز نکردیم، پی نبردیم، ما درک نکردیم. اینجا نمیخوای عکس داریم. این خیال فیلم تو خانه اونجا عکس بگیرم. با چی؟ همین اینجوری این کادر. اینجا هستم عکس بگیرم. فیلم بگیر اسکرین شات میگیرم از این فیلم. اون بر قشنگ‌تر بود که چرا اومدی عد اینجا؟ چون که اینجوری ترکیب رنگ توسی اینجا دستشوییه. توسی قرمز ترکیب رنگش نمیفته که از اون برو عرض میشه. اینجا دستشویی بود مثلا. اصلا میچینم همینجا. بچین اینجا. عکس از من میشه. این مغازه های اینجاش هم خیلی داره. نبین اکشن فیگور داره بسته است درشون. ما میتونم بریم واسه بخریم. روز شکلات خوشمزه فروشی بوده. در اینجا میشه اینجا قاب اکسسوریه. باحالم. اینجا کتاب فروشی. بوکستور. کتاب فروشی دونکیشوت. دونکیشوت چه با مزه. اینم که خیابونه. چیه؟ حریص سینمایی با آن پنجره است. پنجره است سینمایی. اوه و اینجا رو ویو تهران رو نگاه کن. ویو این خونه‌های رو کوز. سینماش تعطیله. امشب تمامی اسانس‌ها تکمیل میباشد. آخه اینجا نوشته تعطیل. زده تعطیله ولی زده تمامی اسانس‌ها تکمیله. اصلا نه تعطیل بود. اصلا بلیط که شهادت بوده بلیط نفروختن. یه کافه شوخگل هم اینجا هست. ببین اینم تعطیله. این طرفش رو نرفتیم چیه؟ داخل اون دالانه میریم ببینیم چیه. مثل همون کوچه های طبقه منفیه که اینا سالانه سینما شد. این بام دوام سالانه. چه جالبه نمیدونستم. آره بام سینما چه باحال. گلوریا این چیزای کلاسیک قدیمی زدن. اینجا هم کافه گیمه. رایان بام کافه گیم. بیلیارد داره دیگه چی داره پلیستیشن. بکنم چیز داره گیم بورد داره. واقعیت مجازی بابا اونجا نوشته رازه از حدس بازی فکری سال تولد مافیا فوتبال میزی هم فوتبال دستی منظور شد احتمالاً و کافه
کل نیایشمون همین بود که دیدیم. همینه. طبقه منفی یکش همینجوری تم اروپایی داره. طبقات دیگهش همکف 1 2 3 همه عادی مثل پاساژهای دیگه و طبقه 5 پایینی 5 بود یا 4 آره بود؟ پایینی 5 بود، فوت کورتش 5 فوت کورت، 6 سینما که سینماش هم طبقه سینماش هم خوشگله. هم یعنی یه دونه بالایی یه دونه اون منفی 1 که طبقه که ازش بازیتون شروع می‌کنید، دوتاش خواستن و واسه عکاسی و اینا واقعا لوکیشن جذابیه. بله. این یه بخش دیگه از طبقه منفی یکی که تم اروپایی نداره. تم یکم حالت سنتی نداره. بله حوزه. خب بچه‌ها اینم از نیایش مال که بهتون نشون دادیم. واسه عکاسی لوکیشن خیلی خوبیه، به سر بزنید. ولی خب اکثر طبقاتش مثل پاساژ تجاری معمولیه دیگه. قیمتاش هم فقط طبقه منفی یکش که حالت اروپایی داره جذاب، اون طبقه آخرش که سینما هم درسته. واسه عکس گرفت. قیمتش هم قیمت معمولی داره هم بالا، ولی قیمت پایین اینجا پیدا نمی‌کنید. دیگه چی؟ اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، اگر هم خوشتون نیومد بازم لایک کنید، چون از شما چیزی کم نمیشه. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اگر سابسکرایب بکنید کامنت یادتون نره، اگه کامنت بذارید حسابتون رو یوتیوب حذف کنه. چون فکر میکنه که شما رباتی. و زنگوله رو بزنید که ویدیو بعدی رو که گذاشتیم براتون اون صفحه یه پیام بیاد متوجه شما ویدیو جدید گذاشتیم. دو تا ویدیو قبلی هم میاد روی صفحه، اونا رو از دست ندید. فعلا تا هفته بعد خداحافظ. هفته دیگه خداحافظ.